بشریت از زمان خلقت کهکشان‌ها، از اولین بیگ بنگ تا آخرین گنگ بنگ، از پادشاهی کوروش با همکاری یک فرد ناشناس ریشور تا ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حتی بعد از اون همواره به دنبال جواب یک سوال بود: برق وقتی میره کجا میره؟ پیش کی میره؟ کی لامپ تو یخچال رو خاموش روشن میکنه؟ این یارو ریشویی که کنار کوروش کبیر بوده کی بوده؟ اینا ماسک از کی پول دستی قرض میگیره؟ تمام این سوالا بشریت رو به جواب رسوند: غلامرضا. حالا سوال تازه‌ای مطرح شده بود: غلامرضا کیه؟ اگر روی این ویدیو کلیک کردی و داری این ویدیو رو میبینی، یعنی برات سوال شده که غلامرضا واقعا کیه. سوال خوبیه، اما جوابش احتمالاً شکست میکنه. به خاطر همین مجبورم کم کم بهت بگم که غلامرضا کیه. غلامرضا یه بار من غرق شدن نجات داد. خب راسته که من وقتی بچه بودم غلامرضا نگاه می‌کردم. همونطور که خیلی شانس میارم، منم یه وقت غلامرضا میارم. غلامرضا یه بار منو به شام دعوت کرد برای سگاش. من هر وقت کم میارم نماد غلامرضا رو میندازم تو آسمون تا بیاد کمکم. والا غلامرضا به من برنامه تمرینی باشگاه میده. راستش بخوای فکر کنم برنده بیف من شاپور غلامرضا بود. غلامرضا یک قهرمان نیست، اون بیشتر از یک قهرمانه. اگه قهرمان قراره یک نفر رو نجات بده، غلامرضا قراره همه رو نجات بده. تازه واقعی هم هست، اگه بخواد بتونه تارم بزنه پروازم بکنه. توی این چنل قراره بفهمی غلامرضا کیه و کم کم تبدیل به یک غلامرضا بشی. راستی همیشه یادت باشه که غلامرضا نظری نداره، اما در مورد همه چیز صاحب نظره.